ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میر سید علی همدانی. میر سید علی همدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. خدمت میر سید علی همدانی در رشد ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس نیز بزرگ بوده. آفریده‌های او نمونه بهترین آثار لیریکی، عرفانی و اخلاقی به شمار می روند. او در این جاده عنعنه‌های دانشمندان برجسته شرق، شیخ رئیس ابوعلی سینا، عمر خیام، ناصر خسرو قبادیانی، حکیم سنایی، شیخ عطار، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه نصرالدین طوسی و دیگران را ادامه داده است. در اشعار امیر همدانی انعکاس مسئله‌های اخلاق و تصوف، معرفت و معنویت، مقام و منزلت انسان و ترنم عشق الهی و انسانی جای سزاوار دارد. میر سید علی همدانی شعر را واسطه مناسب و موافق بیان اندیشه‌های عرفانی و اخلاقی و اجتماعی خود قرار داده. همچنین در رشد و گسترش زبان و ادبیات تاجیک و فارس خدمت شایسته را به انجام رسانیده است. در اشعار میر سید علی همدانی آهنگ عرفانی با اندیشه‌های تعلیمی خوب آمیزش یافته، افاده‌های رمزی، اندرزهای حیاتی و ترنم کردار و عملهای شایسته خیلی زیاد به نظر می رسند و آنها با مقصد درست تعلیم دادن انسان و با عفت و قناعت پیشه به وای رسیدن وی تألیف شده، همچون در معنوی برای تشکل جهانبینی انسان خدمت می نمایند. فرخنده باد روح بزرگان ملت، آفرندگان آثار بیگزند معنوی و ستایشگران اخلاق و ادب. بگذار همیشه علم ثابت قدم، معرفت پیش قدم، معنویت با برار و فرهنگ ملی پایدار و استوار باشد. در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در باب میر سید علی همدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگری بخش چهره‌های ماندگار به روزگار و آثار کمال خوجندی، بنیادگذار کاخ عظیم سخن، آشنا خواهیم کرد.